مراسم بزرگداشت از هفته شهید و یادبود از 15مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود روز پنجشنبه در کابل برگزار گردید. رئیس اجرایه و برخی از اعضای کابینه در چهارراهی احمد شاه مسعود در کابل به خاطر یادبود از شخصیت احمد شاه مسعود اکلیل گل را گذاشتند. علاوه بر این در خیمه لوی جرگه نیز در این مورد مراسم خاص برگزار شده است که در آن سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، رئیس اجرایه، برخی وزرای کابینه، مقامات پیشین دولتی و مردم عام اشتراک کرده بودند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که دشمنان افغانستان حملاتشان را به خاطر شدت بخشیدند تا نشست بروکسل را تحت تاثیر خود قرار بدهند. و روز پنجشنبه در مراسم یادبود از هفته شهید در کابل گفت که اکنون افغانستان با توطئه‌های بزرگ روبرو است و برای حفظ عزت و وحدت ملی نیاز است تا افغان‌ها همدست شوند. پاسداری از حریم استقلال و عزت کشور و مبارزه با مداخله‌گران و دشمنان خارجی این مرزبون و تأکید در مرحله دوم بر حفظ وحدت ملی و همدلی و برادری تمام اقوام کشور. در این رابطه باید یادآوری کنیم که امروز ما در هر دو عرصه با توطئه‌های گسترده مواجه هستیم. وی همچنان گفت برای بیرون رفت از این وضعیت باید اجماع ملی به میان آید و به شمول سیاسیون همه مردم باید در برابر تروریسم ایستادگی کنند. عبدالله رئیس اجرایه که در این مراسم حضور داشت گفت که در وضعیت کنونی مردم انتظار تصمیم قاطع مجاهدینند و ایجاب میکند هر کسی متوجه مسئولیتش باشد. که یک تعدادی از روشنفکرنماهای ما میگن که همین کسایی که از عامر صاحب باقی ماندن چرا مثل ما روار احساساتی نیستن؟ چرا می یک روز کلی چیز در هم و بر هم نمی کنند که قصه خلاص شود؟ این تفسیر آرام بشنویم. اما سلامت راه شهدا، عزت ایران ایجاب میکنه که ما را در هر مرحله، در هر شرایط ما ببینیم که مسئولیت ما چیست و کدام چیز به خیر و مصلحت مردم است. آقای عبدالله میگوید با حاشیه رفتن مجاهدین افغانستان با ناتوانی روبرو خواهد شد. از سوی هم احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که اختلافات میان شخصیت‌های سیاسی وضعیت افغانستان را با چالش روبرو ساخته است.